بسم الله الرحمن الرحیم. جهانبینی مؤمنان. سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، 1 بهمن ماه 1394 شیراز. یه چیزی بهتون بگم، میخورده جیگرتون بسوزه، خیلی هم براتون لازمه. 70-80% نفت کل دنیا دست شیعه است. یه بار دیگه تکرار کنم، 70-80% نفت کل دنیا دست مسلمان نگفتم، دست چیه؟ شیعه است. یعنی در مناطق شیعه نشین. انگار از 1400 سال پیش یه دست قشنگ شیعه ها رو کنترل میکرد رو مناطق نفتخیز میشست. عربستان که اینم ادعای داشتن نفتش میشه تو مناطق شرقیشه که همه شیعه نشینه. یک منطقه هم در جنوب داره که شیعیان 4 امامیان 12 امامی هست، اما بازم شیعه است، اما اکثریت تو مناطق شرقی. بعد ایران شیعه، عراق هم چیه؟ شیعه. خیلی عجیب نیست به نظر مگه شیعه چند میلیون تو دنیا؟ 300 میلیون. 300 میلیون از 7 میلیارد، 3% جمعیت دنیا صاحب 70-80% نفت دنیا باشه طبیعیه. اینا واقعیت عزیزم. این تنگه هرمز، این نفت عربستان اینجا، اینم نفت ایران اینجا، اینم نفت عراق، میخواد صادر بشه، همه میاد از این لبه رد بشه. 14 تا نقطه تو دنیا اصلا خیلی مهمه، استراتژیکن، راهبردیان. 2 تاش دست ایرانه. یعنی 1% جمعیت دنیا صاحب 1/7 2/14 میشه 1/7 نقاط مهم دنیاست. اون یکیش چیه؟ جزایر سگانه، تنب بزرگ، تنب کوچیک و ابو موسی. حالا فهمیدی چرا امارات شروور میگه سر این جزایر؟ برای همین، چون مهمه. وگرنه چرا میگه جزیره فارسی، چرا میگه جزیره سیری، چرا میگه کیش قش؟ چرا اینا مهمن؟ جزایر سگانه به خاطر اینکه نقطه عمیق خلیج فارس از لای اینا رد میشه. بقیه خلیج فارس عمقش متوسطش 40 متره، میگیره کف کشتی‌ها، اینجا رد میشه. تنگه هرمز هم کشتی‌ها از اون بخشی که سمت ایرانه میتونن رد بشن، چون اینور عمقش کمه. ایران فقط کافیه تنگه هرمز رو ببنده. تمام. خوب دقت کنید، اینا که دارم بهتون میگم هیچ ربطی به چپ و راست نداره، به امنیت ملی من و شما. گفتن چیکار کنیم پدر ایرانو در بیاریم؟ یه کاری کنیم نیاز به نفتش وجود نداشته باشه. 2 تنگه هرمز هم خواست ببنده، هیچ اتفاقی نیفته. 3 حزب الله هم بهتون میگم. خب نفت ایران نباید بخریم. خب مگه میشه؟ صرفه جویی کنیم که نفت کمتر بخریم. آمریکایی که اضافه تولید گندمش رو میریخت تو دریا که قیمت گندم بالا نگه داره، گفت تولید گندممو کم میکنم، تو دریام نمیریزم، پس گندم کمتر میکارم. زمینایی که میخواستم گندم بکارم و جاش ذرت میکارم. آمریکا ذرت رو نمیخورم، چیکار میکنی؟ تبدیل میکنم به الکل. ماشینا رو عوض میکنم، به جای سوخت بنزینی سوخت هیبریدی داشته باشم، الکل میریزم تو مانچش. کاهش مصرف بنزین، کاهش مصرف چی؟ نفت. این کارو کردن. 2 برادر عربستان تولیدشو ببره بالا. عربستان چون نفتشو تولیدشو افزایش داد، چاهاش ریزش میکرد. گفت فدای سر امریکا بذار ریزش کن، ایرانو قراره بزنن. این از نفت. تنگه هرمز اینا اومدن از اینجا، قرار بود نفتشون اینجا صادر میکردن، چون همینجا دم دست یه خط لوله آمریکایی‌ها براشون کشیدن وسط عربستان. گاز و نفت آوردن از زیر مکه رسوندن به دریای سرخ. یعنی تو اینجا رو ببندی، اینا از این طریق میتونن نفتشون رو چیکار کنن؟ صادر کنن. اینم یه خط لوله هم کشیدن از طریق امارات، یکم از سمت عمان. که تو تنگه هرمز هم بستی چیه؟ این یکی هم نصف نیمه پوچ. خدا گفت حالا نوبت برگ منه، نوبت منه. خدا یهویی یه چی رو کرد، کپ کرد آمریکا. باز دوباره یه دست عجیب غریبی اینا رو آورد یه جای خاصی چیده. آقا تو یمن که اصلا من و شما شیعه های یمنی رو حساب نمی کردیم، انقلاب کردن. حالا پرچم ما چیه؟ سبز، سفید، قرمز. 22 تا الله اکبر داره، 22 بهمن. وسطش هم یه اللهیه که لا اله الا الله هم هست، گل لاله هم هست که نمادش. اونا پرچمشون چیه؟ همون اول الله اکبر، بعد الموت لآمریکا، تو پرچمش نوشته مکبر آمریکا، بعد الموت لاسرائیل، 3 لعنت علی الیهود، یارو تو پرچمش نوشته لعنت بر یهود، بعد آخرش نوشته النصر للاسلام. اینا رهبرشون یه آدم عادی اونجا اصلا عربستان همیشه اینا رو زده تو سرشون. فقیرترین کشور عربی دنیا یمنه، ثروتمندترین کشور دنیا عربی دنیا عربستان. نقشش چه شکلیه؟ این مناطقی که شرقشه، این شرق خودمون، بیابونه، استانای حضرموت و اینا، هیچ کف دست یه تخم‌مرغ رو زنون برات 1 کیلومتری دیده میشه. این طرف کوهستانیه. شیعیان دقیقاً کجا؟ تو همین مناطق که فتحش بسیار سخت، چون یه تک‌تیر انداز می‌بینی یه گردان رو زمین گیر موندن توش. حالا اینجا چه اهمیتی داره؟ تنگه هرمز چقدر مهم بود؟ این تنگه که اینجا هست اسمش باب المندبه، از تنگه هرمز از نظر من 4 تا 5 برابر مهمتره.
چرا؟ چون این کلا دو تا دنیا رو به هم میچسبه، شرق و غرب و این به هم متصل. کشتی که از چین و هند، کشور بزرگ اقتصادی دنیا، میخواد راه بیفته سمت اروپا، ببخشید این خر که نیستن بیان از این ور اینجوری بیان برن که اینا قاره آمریکا رو دور بزنن. میان چیکار میکنن؟ از اینجا میان این باب المندب کنار یمن. این ورش کیه؟ کشوری که این مسخرهش میکنید و اصلا مسخره نداره، جیبوتیه. بله. کاری هم که سیاستمدارای ما کردن به غایت اشتباه بود. خیلی مهمه. اون ور باب المندب دستشه. تنگه باب المندب تنگ‌تر از تنگه هرمزه. شما میگید کشور کوچیکه اما چیه؟ اثرگذاره. حالا این کشته میخواد به اینجا رد شه و اروپایی با چین کار داره، درسته؟ اونم میخواد بیاد از اینجا رد شه. جسارتا اگه اینجا بسته بشه که خیلی ساده میشه بسته بشه، چه اتفاقی میفته؟ این کشتی که از اروپا راه میفته میاد اینجا جبل طارق، میاد از اینجا تنها راهی که مونده میاد پایین اینجا قاره آفریقاست، میاد پایینتر میاد شاره این وسط آفریقا میتونه رد شه که پا نداره کشتی، میاد پایینتر این قطب جنوب این سفیده. خب از اینجا دوباره میاد بالا اینجوری میاد تور سومالی و دوزه دریایش نخوره و میاد باید از این ور میره. بعد یه سال تو راهه. آیا دیگه میتونی توی تولید کالا رقابت کنی با کشورایی که هزینه حمل کالاشون خیلی پایین‌تره؟ زمینی هم جسارتا نمیتونی. چرا؟ چون این ایرانه، این وسط دریاست، بالاش هم روسیه است. اصلا چیده خدا. قشنگ اینجوری شد چی؟ یه خورده شیعه 4 امامی لازم داریم اینجا، خب تو بیا اینجا. یه 12 امامی خورده اینجا لازم داریم. گفتم کافر باشم، مریخ بیا نگاه کن. اصلا چیده خدا. از مریخ بیا نگاه کن، اصلا کافر بود، فضایی باشه. بیا من حرفم غیر منطقی یا نه؟ فکر کردید چی شده الان یه خورده ما عربستان سرشاخ شدیم، رئیس جمهور چین دوره افتاده، اول میره عربستان بعد میاد ایران، میگه بدبخت نشیم یه وقت. همین چی شد؟ اینه وزیر آلمانی دوره افتاده، اول ایران بعد عربستان بعد کنفرانس امنیتی مونیخ. آقا تو رو خدا بخش چیزی نشه ها، ما بدبخت میشیم. نگران خودش. آقا ما که 2 تا نقاط استراتژیک دنیا رو داشتیم، یهو سومیش هم اومد. این نکته جالب‌تر بهتون میگم. چهارمیش هم اومد. چهارمیش واسه چی آقا؟ این که این لوله است. دریای سرخ. می‌بینید؟ بالاش کانال سوئز، پایینش باب المندب. یه لوله رو چه یه سرشو ببندی چه 2 تا سرشو ببندی. دیگه آب ازش رد. این لوله چه یه باب المندب بسته باشه چه بالاییه. دیگه برای اینا فایده‌ای بگید. یعنی عملاً 4می هم اومد این طرف. یعنی یک کشور اثرگذار بر 4 تا از نقاط استراتژیک دنیا از 14 تا که این 4 تا جزء مهمتریناشه. یعنی وزنش با اون بقیه اونا یکی نیست. باب المندب 48% نفت دنیا اینجا میشه. 48% نفت کل دنیا. این جزیره که شما میبینید اینجا اسمش میونه. این جزیره رو میگن هر کی صاحبش باشه واقعا ناظر بر تردد 48%، نصف نفت دنیاست. ملکه پدر سوخته انگلیس، نه این یکی، او قبلیه، الیزابت قبلی، مجلس عروسیشو تو این جزیره گرفت. از اونجا اومد که بفهمونه اینجا مال کیه؟ بریتانیاست. حالا فهمیدی چرا اینا میخوان عدن رو بگیرن؟ عدن اینجاست. عدن رو بگیرن بیاد این حاشیه رو بیان بالا، کل ساحل از دست نیروهای همفکر ما بگیرن که همینا شیعه هم نیستن و سنیای هم مثلا مثل سنیای غزن که ایران قبول داره، عربستان قبول. خب یه چیز دیگه مونده بود. یه سری نیروهایی هستن همفکر ما، خیلی قدرتمند لحاظ نظامی نیستن اما اثرگذارن. خرس رو دیدی با اون گندگیش از زنبور میترسه. کمتر جونوری جرأت میکنه با خرس در بیفته. شیرم با خرس در نمیفته چون این ضربات پنجه خرس و چکاش خیلی بده. اما زنبور میاد روی نوک دماغ، جایی که مو داره رو نمیتونه بزنه، نوک دماغش پوزش که خالیه، مثل پدرشو در میاره. حزب الله برای اینا شده زنبوری که کنار چیه؟ یه خرس نظامی مثل اسرائیل. باز دوباره کار خدا برات. ببین عزیز دل من، این صهیونیست‌ها اومدن فلسطین رو گرفتن. این فلسطین چه جوری گرفتن؟ 2% زمین خریدن، 3% انگلیس بهشون زمین داد. قیمومیت فلسطین دست انگلیس‌ها بود 1948. همین چی شد؟ بقیه رو گرفتن با جنگ. پس اینی که میگن اینا خودشون زمین فروختن، پدر سوخته ها بخشی از حقیقت رو میگن. چند درصد فروختن؟ فقط 2%. 3% هم غلط کرده بریتانیا، اما مال مردم بخشیده. قبول، اون 3% هم مال شما. 5% تو چه غلطی میکنی الان 70-80% فلسطین گرفتی. لبنان کجاست؟ این شماله. این زرد کوچولو لبنانه. از فلسطین هم کوچیک‌تره. یک کشور عجیب غریب. 4 برابر جمعیتی که داره لبنانی داره که کشور دیگه. لبنان هیچی نداره، نه منابع داره،
نه نفت داره، نه گاز داره، هیچی نداره. پولش از کجا در میاره؟ اون 4 برابر جمعیتش که بیرون کار میکنن پولاشونو میارن تو لبنان. دور تا دورم این وسط همه اهل سنت. یهویی این ته لبنان این پایین یه عده شیعه هم برده گوشت اونجا. مهراشو داشته میشه. کی 1400 سال پیش ابوذر رو تبعید کردن شامات. عمدنم جایی فرستادنش که کسی از اهل بیت رو نمیشناسه، به اهل بیت هم توهین میکنن. ابوذر رفته اونجا از اهل بیت گفته تخم تشیع کاشته، 1400 سال بعد شده حزب الله لبنان. با این خدا بازی نکنید. بعضی از نقشاش 1400 سال است. نه عمر تو قد میده نه ننه بابات. اینا که این پایین بودن با موشک هی شمال اسرائیل میزدن. پدر اینا رو در آورده. زنبوری میده نیش میزدن در. تاریخ این 15 سال رو برات گفتم کیف کنی. با این جزئیاتی که تا حالا شاید ندیده بودی. ببین 2001 شرق تو گرفتن. خوب دقت کن. 2003 غرب تو گرفتن. ترکیه آمریکایی، جمهوری آذربایجان آمریکایی، ترکمنستان آمریکایی، افغانستانو که گرفته، پاکستان امریکایی، جنوب این جغل مغل کشورهای عربی هم که چی آمریکایی، عراق هم که گرفت، دور تا دورش رو گرفت. برنامه‌ریزی شده بود 2001 افغانستان، 2003 چی عراق که دیگه خود ایرانو بزنن، با خاک یکسان کنن. نفتو حل کردن، تنگه هرمز هم حل کردن. یه جا مونده حزب الله لبنان، اونم 2006 2007 بیان ایران. تو 2006 اینا اومدن و از غذا زاییدن. 4مین ارتش دنیا و 5مین ارتش دنیا از ارتش الله شکست. 33 روز جنگیدن. حزب الله فقط 48 تا شهید. شاهکاره. آقا آمریکا میگفت لامصب من این شرق و غرب ایران نگه داشتم بجم دیگه. میگفت نمیتونم با من موندم اونجا. اونجا خرابکاری کرد، شیر تو شیر شد، اینم نتونست این دوتا رو نگه داره. هر دوتاش افتاد است. اینا یه لحظه به خودشون اومدن ایران که قبلا اینجا بود، این عراق از سوریه هم چیه با ایران، اینم که اسرائیله که اینا زمینی رسیدن به ما. اینا ریختن به هم. ملک عبدالله ملعون میگه، به اینا یاد میده، میگه ما از گروه‌های چریکی معتقد شکست خوردیم، باید گروه‌های چریکی معتقد بسازیم. کی؟ تنها راهکارمون. ایران مگه زمینی نرسیده به اسرائیل؟ بین سوریه و عراق تو این بیابونا یه کشور درست میکنیم، جدا میکنیم. دقیقاً نقاطی که دست کیه؟ داعش. آقای موشه یعلون وزیر جنگ اسرائیل تو کنفرانس هرزالیا برمیگرده میگه ایران یه مچ داره خیر ما رو گرفته، باید اینو بشکنیم. سال 2006 رفتیم مچ رو بشکنیم. چیا بودن؟ حزب الله. دار و نداره تو مدین و سید حسن نصراللهی. بفهم. بعد گفتن بابا این مچ رو نتونستیم بندازیم چون بازو خون رسانی میکرد. سوریه این بار اول بازو رو قطع میکنیم، مچ میافتد، بعد سراغ بدن میره. نفت حل کردن، تنگه هرمز حل کردن. خدا تو این 7-8 ماه یمن رو براشون کرد. عربستان وحشی شده. نمیبینید چه کارایی میکنه؟ تو یمن موندن. این نقشه یمن. این مناطقی که قرمز دست القاعده است که عموما چیه؟ بیابونه. این مناطقی که سیاه دست عربستانیا و نیروهای منصور هادیه که تو اخبار اسمش میشه. این مناطقی که این طرف دقیقاً تو مناطق کوهستانی و ساحل دریاست. ما دقیقاً ساحل دریا رو می‌خوایم. اینجا دست انصارالله، نیروهای منصور هادی هستن. ببین حالگیری خدا رو نگاه کن. چه اتفاقی افتاده؟ دقیقه 90 روسیه هم اومد سمت ما. دقت کن. روسیه وقتی پوتین اومد ایران با قرآن اومد، می‌دونی معنیش چی بود؟ یعنی این که تو کل مسلمونا ما برداشت شما از قرآن رو قبول داریم، وگرنه ما مسلمونی تو ترکیه که پشت خنجر میزنه و تو عربستانی که وحشی پرورش میده ما ندیدیم. صاف هم از فرودگاه اومده رفته بیت رهبری و به رئیس جمهور اون وقتی سفر کرده بود اونجا چی بهش هدیه داد؟ سپر یعنی چی؟ مقاومت. اینا تو روابط بین الملل خیلی معنی داره. یعنی وایسید عزیز من، اینا نفت رو حل کردن، تنگه هرمز رو حل کردن. فقط تنها چیزی که لاینحل مونده و میخوان حلش کنن مقاومته، چه در یمن چه در سوریه و لبنان. دست از سر مقاومت برداشتن یعنی شمشیر خودتو بندازی زمین، چنان بزننت. صدام آدم خودشون بود یا نه؟ حسنی مبارک آدم خودشون بود یا نه؟ بن علی آدم خودشون بود یا نه؟ قذافی آدم خودشون بود یا نه؟ به آدمای خودشون رحم نمیکنه. من و تو پیشکش. شما میبینی هر چی اینا تکفیریا رو علیه ما تندتر کردن، ادبیات رهبری مملکت علیه اسرائیل تندتر شده. اسرائیل حرامزاده، سگه‌خوار، نجس. عبارت رو نگاه کنید. در مورد هیچ جای دیگه استفاده نشد. ما اون موقع حزب الله نداشتیم عزیز دلم. الان داریم. دست با خطا کنه این سگا بیان پاچه ما رو بگیرن، ما با سگه کار نداریم. کی آخرش رو میگیریم؟ صاحبشون. الان امیدوارن ما از داخل بریزیم به هم. آخرین بازیشون دارن چیکار میکنن؟ مسلمونا رو میخوان جلو مسلمان. اینا اینجوری که اینا استاد پدر سوختگی ان. نمیشه که تو فوش بده که. اما عزیز من ببین
پینوکیو چوب. بعد 80 قسمت آدم شد. فهمید بالاخره این گربه نره رو با مکار پدر سوخت. شاکی شد. من پدر جپتو گفت نه من دیگه فهمیدم، فرشته مهربون، من متوجه. بعضی ها هستن بعد 80 سال آدم نمیشه.